خانه در آمده ندار آمده در حال لباساشون میکشن در بالات میپرن. تن اینها دیر من از دائمش یعنی هر روز یک عورت نوقتی هم خوابگی کردن بوده، عادت دائمش جانب گردانده. وقتی رومال ایسرش گرفته نگاه کرده خواهر خودش بعد گفت که مادر داری؟ گفت دارم. گفت میخوای یگان کس با مادر زنا کنه؟ گفت والله گفت یا رسول الله نمیخوام. گفت خواهر داری؟ گفت دارم. گفت میخوای یک کس با خواهر زناکاری و بایگری ابدی جمع نه؟ و با این برادر گفتنی هستم که برادری که گناه میکنی و با گناه تعریف میکنی، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که خداوند تمامی گناه ها را میبخشه، تمامی گناهی که انسان گناه کرد میبخشه، مگر نمیبخشه گناهی را که انسان پنهانی گناه میکنه و شب گناه میکنه. خداوند گناهی وی از ستر میکنه. وقتی سحر شد این شخصیت گناهی که خدا سترش کرده است در بین مردم آشکارش میکنه. این گناه خداوند نمیبخشه. یعنی زنای کردی، گناهی که پنهانی و تنهایی کردی خدا سترش کرد، بجاش کرد، روزانه با ستر کرده خدا را آشکار کردی، خاطر جمع باشه برادری از این گناهی تو را پروردگار نمیبخشه. و انسانی که زنا میکنی، برادری که در راه زنا هستی، یک چیز برای تو من میگم که زنا در حیات انسان قشاقی را میاره. جناب پیامبر گفتن که الزنا و الغنا لا یجتمعان ابدا. گفتن زناکاری و بایگری ابدی جمع نمیشوه. انسان زناگار رفته رفته قشاق میشوه، خار میشوه، ذلیل میشوه، فقیر میشوه، یعنی نادارنده میشوه و بزانو میزنه. یک ضرری که زنا داره انسان قشاق میگردانه و ضرر دیگری که زنا داره برای انسان اگر توبه نکنه حتما در اهل بیت خودش همین زنا کرده میشوه. حتما پیغمبر بزرگوار گفتن که من زنا زنی بهی، هر انسانی که زنا کرد در اهل بیت او شخصیت زنا کرده میشوه. یعنی خواهرشه یا اینکه همسرشه یا اینکه دخترشه یا اینکه یک نزدیک یک شخصیت قریب شه، یعنی این کار بی آبروگی را میکنن تا اینکه برای او شخصیت در پیش روش بیاید کارهای کردش. در دور جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک جوان نزد جناب پیغمبر اومد، گفت یا رسول الله، گفت من خود یعنی به دست گرفته نمیتوانم. گفت یا رسول الله، گفت من زنا میکنم. یعنی که آشکار کرد. شخصیت ها زیاد دن، اونها رو میگه چقدر ناراحت شدن. جناب پیغمبر میگه یگان سخنی سخت بسوش نگفت نزدم باشی شنان داشت. بعد گفت که مادر داری؟ گفت دارم. گفت میخوای یگان کس با مادر زنا کنه؟ گفت والله، گفت یا رسول الله نمیخوام. گفت خواهر داری؟ گفت دارم. گفت میخوای یک کس با خواهر زنا کنه؟ گفت والله نمیخوام. اپا داری؟ تمامی نزدیکاش جناب پیغمبر نامبر کردن گرفت. این شخصیت گفت والله نمیخوام. جناب پیغمبر بعد از اون گفتن که ای شخصیت همو انسانی که تو با او زنا میکنی و مادر یک شخصیت اونم نمیخواد که تو با او زنا کنی، خواهر یک شخصیت اونم نمیخواد با او زنا کنی، دختر یک شخصیت اونم نمیخواد با او زنا کنی. این شخصیت میگه وقتی جناب پیغمبر نام مادر ما گرفت تمام بدنم یخ گشت که میخوای یک کس با مادرت، یعنی نمیخواهی. برادر بزرگوار، همون شخصیتی که با او زنا میکنی و خواهر یک شخصیت، مادر یک شخصیت، اپا یک اونم نمیخواد که تو با او زنا کنی. یکی از انسانهای خوب یک حکایه کرباره، یعنی در معنا و مضمون همین حدیثه که جناب پیامبر گفتن که هر انسانی که زنا کرد در اهل بیت زنا کرده میشوه. یک بچه که دارنده بوده، یک بچه بای بچه بوده است، کاری دائمش یعنی هر روز یک عورت نوقتی هم خوابگی کردن بوده، عادت دائمش. یعنی بای بچه دارنده هر روز یک عورت علش میکرده. بعد از اون روز از روزها چند یعنی دوست داشته است که برای یعنی عورت می آوردن، اکی خودش بای بچه است، این شرم میداره که رفته خودش جدا کنه بیاره. اون دوستاش گفت که همین دخترهای شهری من دیل مزدن، دیل مگرفتن. یعنی در هم خانه در آمده ندار آمده در حال لباساشون میکشن، در بالات میپرن. تن اینها دیر من زدن. برای من گفتن یه دختر قشلاقی بیاره، یه دیهاتی بیاره تا اینکه اونها کم شرم و حیا دارن با او، کم یعنی حیا میکنن، یعنی با آهسته تر هستن. گفتن یک قشلاقی برای من بیاره. این رفیقا و دوستاش رفته از یک دیهه یک دخترش آوردن، یک دختر دیهاتی آوردن. این شخصیت میگه در همون حجره که بگه محرم سراش بوده، دائمی میدور آمده عشق میکرده.
رفته در آمده در گوشه خانه یک دخترک سر و بدن محکم. بعد از اون رفته قفا آغوش گرفته، اون چقدر بدنش میلرزیده، یکون آغوش گرفته آهسته آهسته، بعد روش این جانب گردانده. وقتی رومال ای سرش گرفته نگاه کرده، خواهر خودش، خواهر خودش. بعد وجود لرزه گرفته، وجود لرزه گرفته. جناب پیغمبر ما راست میگفت که هر انسانی که زنا کرد در اهل او زنا کرده میشه. ببین خواهرش تسلیم شده که تا اینکه ببرنش با او زنا کرده شود. یعنی هر انسانی که زنا کرده اهل بیت زنا کرده. به این خاطر برادر عزیز بسیار خواهش میکنم که از این کار بد چقدر حذر کنه، چقدر احتیاط کنه که خیلی خداوند در قرآن ما را زنا کردن قریبی به زنا را منع کرده. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیل. با زنا قریبی نکنه. خداوند گفته که زنا بسیار راه فحش است و راه انسان های بد است. انسان یعنی در دنیا و آخرت رسوا میگردونه.